خب مدیرای دو تابعیتی خائنانی هستند که این خائن کی باید شناسایی کنه؟ وزارت اطلاعات. وقتی سر وزارت اطلاعات داد نزنی، وقتی نگی وزیر اطلاعات، مدیر دو تابعیتی که میگی نداریم، اگر یکیش پیدا شد تو باید بلند شی بری توی مجلس استعفا بدی. ناسلامتی مجتهدی دیگه، یه دروغ در اومده تو کارت. کی میره زیر سوال؟ رهبری میره زیر سوال. من 100 بار از این وزیر اطلاعات پرسیدم آقا چرا در جمهوری اسلامی مقامات حکومت باید فرزندانشون تو آمریکا زندگی کنن؟ مگر ما نمیگیم مرگ بر آمریکا؟ مگر 39 سال آمریکا به ما ضربه نزده؟ مگر هر روز آمریکا نمیگه من علیه جمهوری اسلامی طرح براندازی دارم؟ خدا لعنت کنه مدیری در جمهوری اسلامی که بچهش تو آمریکا زندگی میکنه. آقا وزارت اطلاعات باید میرفت میگفت آقای وزیر بچه‌ت توی آمریکا زندگی میکنه، CIA رو بچه تو سوار میشه، تو خونت نفوذ میکنه، جاسوسی میکنه. ولی وزارت اطلاعات ما در مورد مسئله فساد فرزندان مسئولین مملکت توی آمریکا، کانادا و انگلیس که چند صد نفرن سکوت میکنه. آقا من 100 بار گفتم مجلس شرط احراز مسئولیت در جمهوری اسلامی باید این باشه که هیچ مسئولی بچهش تو آمریکا نباشه. عکسای پسر دخترای مسئولین جمهوری اسلامی، همین وزیرا، همین نماینده مجلس شما نگاه کنید. مردم مطالبتون از وزیر اطلاعات باشه. جهت فلش اعتراض ها رفته سمت رهبری، بی ارزگی قوه قضاییه، بی ارزگی سازمان بازرسی کل کشور، بی ارزگی وزارت اطلاعات و بی ارزگی صدا و سیما، همه اینا موجب شده فلش حمله رفته سمت ولایت فقیه، رفته سمت اسلام. هیچ مسجدی نیست که ما بریم مردم نگن چرا ناکارآمدی وجود دارد مقصد شما. هیچ دانشگاهی نیست که ما پامونو بذاریم مردم اینو نگن. بیکاری شما، بی ارزگی شما، بی موالاتی شما جهت فلش مسئولیت ها رو برده سمت رهبری. آقا برخورد کنید، یه مقداری انقلابی برخورد کنید. اگر مردم میگن چرا رهبری مثل امام علی برخورد نمیکنه، قوه قضاییه دو تا از برادران گردن کلفت مسئولین این مملکت رو بذار کنار چوبه دار تا مردم بفهمن یعنی چی. فرزندان مسئولین این دولت رو آقا یه آدم با وجود پیدا بشه تو این دستگاه ها بگه وزیر الف چرا بچت تو آمریکاست، وزیر ب چرا دخترت پسرت تو آمریکاست. حالا جواب ندید آقای وزارت اطلاعات، جواب نده برادر عزیز. 10 تا مسجد، 50 تا مسجد، 50 تا دانشگاه، بعد این حرفا منتشر میشه تو فضای سایبر. اونی که تو مدیریت ناکارآمد میره زیر سوال جناب عالی است. بارها گفتیم اگر اسلام بره زیر سوال، ولایت پاسخگو بخواد بشه، ما شما رو پاسخگو میکنیم، تعارف نداریم.